با دلانگیزترین درودهای دیگر به شما آریا بانوان و آریا مردان تاجیکیان ایران منش در هر جای جهان که هستید دروا خاکنده از مهر باشید. در بلخ، بخارا، در لوگر، در سوخت، در یمنگان، در وخشور، در گنجه، در شومان، در لرستان، در دیمه، در اصفهان، کرمان، در پارسیان بمبئی و در اروپا، امریکا، هر جا که هستید آکنده از مهر باشید. مهریار مهرآفرین بخش دوم را پتایش میدم که هر روز 10 واژه ما از واژه نامه پوره پارسی تاجیکی به کلک مهرآفرین که با مهراندیشی و مهرکاری کدبان گرامی کیخسرو کیانی هم اوقات که نامی از ایشون هم ببریم که به تاجیکی این رو برگردوندند و امیدوارم که دوستان دیگر با ما همیاری کنند تا ما بتوانیم که این واژه نامه رو بسیار بسیار خوب و پوره و رسا پیشکش کنیم به مام ورجاوند سرزمینمان، مامی که من هیچ مرزی از اون نمیشناسم. من آن شیدای بغلانم، نوای نای پغمانم، سرشک دیده دریای کولا و شوراب. به هر روی در سرود آریا میهن من از همه جا هستم و همه جا دارم، چرا که همه جای اون سرزمین سپند برای من ورجاوند و مقدس هست، خواه آن را دیده باشم و خواه ندیده باشم. برخی از دوستان میگویند که شما تاجیکستان را ندیدی، افغانستان را ندیدی. به اونها میگم مگر من اشو زرتوش را دیدم، مگر من فردوسی را دیدم، مگر من مروزی را دیدم، مگر من ابو حفظ سغدی رو دیدم، پدر رودکی رو دیدم، ولی اونها با من زندگی میکنند. من اینقدر که با حافظ و سعدی و با بیدل که از سرزمین دیگر هست و از طایفه علاس و بلاس هست، اینقدر که من با اونها نرد مهر میورزم، با همخونهای خودم و با خانواده خودم نیستم. بر روی فرهنگ هیچ مرزی رو نمیشناسه، فرهنگ هیچ باید و نباید، نهی از منکر و امر به معروفی رو نمیشناسه. فرهنگ از 2 بخش، شکوه و پیش برنده. خب ما میپردازیم به 10 واژه دیگر که گفتیم. 11میش میشه متشکرم یا متشکرم. به جای این ما میتوانیم بگیم که سپاسمندم. از واژه های مهرآفرین است که بسیار به دل مردم نشسته است و سپاس دارم. مهرمندم، از مهر برخوردار شدم، از مهر شما. و ما میتوانیم 12مین واژه عالی جناب هست که این عالی جناب را ما میتوانیم بگیم بزرگوار، والاگوهر، گرانسنگ. اگر در جایگاه ریاست جمهوری بخوایم بگیم که فرنشین دولت، فرنشین سرزمین تاجیکیان، فرنشین دولت، ریاست جمهوری یا بروی فرنشین، ما میتونیم که در جایگاه رئیس و رئیس والا مقام به کار ببریم. دیگر برخی از دوستان ما که گفتگو میکنن در تاجیکستان به هنرمند میگن صنعتکار. شما این صنعت رو در عربی که میگن یه چیز فکر معنی میده، صنعت، تصنع، مصنوعی، گپاش صنعتی است. اون دستاوردهای روز و تکنولوژی باز با این شوربختانه ایران صنعت رو به چیز دیگر میگن. در افغانستان به هنرمند، که این واژه هنر که در آینده من به هنر میپردازم برای که زمانمون کم هست، به جای اون میگن صنعتکار. ما بگیم هنرمند. اگر خواننده هست خواننده، به خواننده ها میگن سراینده. خب سراینده درستی سرود میگویند، ولی یک شاعر سراینده و سروادگر یا سرودگر هست. میتونیم به خواننده خونیاگر هم بگیم. و دیگر به خواننده حافظ هم میگن که این هم بر روی درست نیست، که باز ما میتوانیم که هنرمند، خواننده و خونیاگر از اون نام ببریم.
دیگر واژه رقص است. این واژه رو من بسیار کاویدم. این واژه پارسیه که از رقصیدن و سرقص در برابر چم و خم بادهای دلانگیز ایاز بامگاهان و شامگاهان، این یک واژه چمین پارسی پوره تاجیکی است که اون رو به عرب ها معربش کردن، رقص رو به وجود آوردن. پیرامون رقص هم گفتگو خواهیم کرد. رقص هایی که در عربستان هست، این رقص های آریایی و ایرانی هستند. با پژوهش بسیار کاملی من برای شما میگم، چرا که ما 360 لحن باربد و نکیسایی که داشتیم یا 660 آوازو که پدر عشق نظامی گنجعی به اون پرداخته که 30 لحن باربد رو برده، ما هنگامی که پژوهش میکنیم این 360 قطعه آواز، گویش، آوایش، ردیف و آواک، اینو هر کدوم با یک رقصی می آمدن که ما رقص چپ و راست داشتیم که به اونم خواهیم پرداخت. پس ما میتونیم به جای رقص بگیم رقص، همونطوری که همه ما میگیم رقصید، نمیگیم رقصید. خوشبختانه نادانسته این رقص رو ما خوب ادا میکنیم. به وجد آمدم از یک شعر، این وشت است. وشتن و وشتیدن هم نوع رقص های سمانه هست که پسان صوفیانه جا گرفتن. و دیگر واژه‌ای که گویا 15 هم که ما گفتیم، ما ارقشت هم داریم. ارقشت گونه رقص هست که با بشکن می آید و این باز هم گونه هم رقص راست هست و هم رقص به گفته امروزی ها رقص مذهبی هست که از نیایش های میترا، نیایش های بسیار کهن گرفته می شده و این هم یک حالتی داره که این رقص صوفیانه رو ما اگر به اون بپردازیم، چگونه این بنچک فرهنگ ما همکنون ترکی شده است، این هم باز به گونه‌ای هست که به اون میپردازیم. ما میبینیم که برخی میگن امارت، ما میتونیم بگیم ساختمان، بنیاد. به جای اتاق که بسیار بسیار واژه پارسی پوره تاجیکی است، تاجیکا میگن حجره. حجره یا حفره جایی بودن که زنبورها میرفتن و جایی بودن که تازیان کپرنشین گذشته شب و در اونجا میچپیدن که این حجره هست که جاهای کندکاری در دل سنگ یا در دل جاهای گلکاری میگفتن حجره. اتاق به هر حال تاقی داره، برنامه‌ای داره، در و پیکر و یک فلسفه‌ای داره برای خودش. تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش میتونیم به جاش ببریم. مکتب این چه واژه‌ای است که مکتب، کتابت، اکتب و یکتب. ما گلستان داریم، بستانه داریم، گلستان یا کودکستان و دبستان داریم، جایی که دب را یاد میگیرن که به جای واژه خط دبیره ما مینویسیم و پس از دبیرستان میایم میانه، دبیرستان و دانشگاه. واژه دیگری که هست معارف هست. معارف باز ما آموزش پرورش میتونیم به کار ببریم با شناخت. عرف یعرف معرفتون، این عرفانی که از این گرفته شده است، ما بینش داریم، شناخت داریم. برای این واژه ها رو در نگر بیاریم. ما اینها را بیاری اشعاب راستی، بیاری مهر و خرد و مهراندیشی شما دوستان، اینها رو در اینجا ما چاپ میکنیم. امیدوارم که یک روزی بشه هر خانواده پارسیگویی بتونه یک واژه‌نامه پارسی پوره تاجیکی رو داشته باشه و کار ما کار سختیه و شوربختانه پارسی چنان ناویژگی ها و ناخالصی ها درش هست که کار یک روز و دو روز نیست. به ویژه من که به پالایش و به کارت پزشکی و جراحی واژه ها میپردازم. تا گفتمان دیگر شما را به عشق میسپارم. پدران و مادران، هر کجای گیتی که هستید، آفتاب زندگیتان برکشیده باد. تا گفتمان دیگر، عشق بر شما باد. بدرود.